خدا کنه افغانستان قطع افغانستان تعصب غرق کنه. من به صفت یک تاجیک تا روز مرگم یک تاجیک هستم با یک چراغ سبز در دست. خدا کنه با هزاران تیر سرخ، خدا کنه با هزاران رگبار سرخ مستقیم به قلب من شلیکم صورت بگیرد. تا روز مرگ ایستاده خواهم مرد، با چراغ سبز خواهم مرد و شعارم می خواهد بود. بچه تاجیکت امروز در زندان بگرام زندگی میکنه. به جرم چی؟ به جرم تاجیک بودن خودم. نه جبهه مقاومتیستم نه شورای نظاری، اما که گفتم تاجیک افتخار کن. تسخیر زندان بگرام افتخار کو. بچه تاجیکت امروز در زندان بگرام زندگی میکنه. به جرم چی؟ به جرم تاجیک بودن خودش. خلاص از این بیشتر دیگه گپ نمیزنم. بابی الله. بله از قوم ماست.